من دفعه آخری که اینجا آمده بودم شب شد و من تا از اینجا رفتم شد 9. خدا میدونه اینقدر این دلم ضعف میرفت، با خودم گفتم چجوری تا قم برسم. رفتم این ستارخان پراید ما جوش آورد، دیدم یک رستورانی همین حاشیه است، گفتم برم یه غذای از این بگیرم یه ماشینم خنک بشه. رفتم تو این فروشگاه دیدم که یک لیستی قیمت زده خدا میدونه، به نظرم نوشته مثلا یک پرس چلو کوبیده ارزون ترینش بود نوشته 500,000 تومان. گفتم 500,000 تومان بابا ولش کن کوفته بخوره آدم. آمدم بیرون یک آقای جنتلمن ما رو دید، به آقا سید شما همین که تو تلویزیون. گفتم من آرزو داشتم شما رو از نزدیک ببینم. شام خوردی؟ گفتم که میرم شام قم دیگه میخوام برم عجله. گفت حاجی به جدت نمیذارم، دست ما رو گرفت برد تو همون رستوران. هر چی گفتم بابا، گفت حاجی به جدت نمیذارم بریم. ما رو برد و نشستیم سر میز، گفت آقا 2 تا چلو ماهیچه بگو. گفتم آقا چلو ماهیچه میخوام رانندگی کنم تا قم، یه غذای سبکتری. آقا آورد و نوشابه و ماست و سالن مفصل چید و این شروع کرد مباحث اقتصادی کشور رو مطرح کردن. آقا اینقدر این اطلاعات اقتصادی داشت شام تموم میشد گفت که آقا من یه مثال بزنم، من کارخونه دار بودم، به خاطری که دولت وام ما رو نداد ما ورشکست کردیم، من کارتون خواب شدم، زنم جدا شد، خدا میدونه به روزی افتادم به جدت پول همین غذا رو ندارم حساب کنم. من نوشابه تو دستم خوش گفتم چی گفتی تو؟ بلند شد نگاه کردم دیدم چلو ماهیچه رو خورده، ماست رو خورده. بلند شدم آمدم دم در 2,500,000 تومان پول شام من. 500 تومان زورم اومد. تو 500 پول مثل یک استاد اقتصاد، مثل یک استاد دانشگاه سخنرانی کرد بر ما. شیادی بود می‌خواست کلاه ما رو برداره.